که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز جمعی ما قرار داریم در دهه آهلی که شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروزی دلنورا بانو از نام برادرشان آبی جان، از نام مادر مهربانشان دلافروز خاله، از نام ینگپاسا پروینه و البته جیانک شیرینشان شکرانه بانو تبریک میگوییم. آن لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان این خانواده زیبای حسینمک نصیبه خاله. همه شمایان را به امروز جشن عروسی نازنین خاندان و جشن زادروزی دلنورایتی خوش آمدتان میگویم. برای ما در کار هستند نصیبه خاله، شما برای ما لازم و البته دلنورا و مادرجان عزیزشان دلافروز خاله به نزد ما تکلیف میکنیم. یک جای مرحمت. اگر همینجا باشند شمس‌الدین اکران نیز میخواستیم به نزد عروسشان نزدیکتر بیایند. مرحمت. نصیبه خاله نزدیکتر میستیم. السلام علیکم. حسین بابا امروز در این خاندان پرفیض، در این خاندان خاکسار و صمیمی جشن زادروزی دومین عروسی خاندان دختر نازنینتان جشن زادروزی امروزه دلنورا بانو را تبریکگویی آمدیم. از نام برادر عزیزشان، از نام آبی جان، از نام مادر مهربانشان دلافروز خاله خواستیم که امروز در روز خورسندیشان دلنورا بانو را تبریک گوییم. دلنورا بانو زادروز مبارک. روز خورسندی امروز جشن میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. نصیبه خاله امروز چخیلی که خداها خورسند هستند، شاد هستند که من یک خودم هم پدر شدم هم مادر شدم، برای دو فرزندم آنها را به وای رساندم و البته خدا با شکر که من در یک عائله خوشبخت عروس شد. در سرش پدر مادرش هست، بسیار هم من خرسند. در زندگی پستی و بلندی های زندگی رو من آموزانده نتونسته باشم. انا همین خدا خاله ما نصیب آویدیم امروز برای دختری من مادری کردم، مهر مادری خودشان را نشان داده ایستادند. هزار رحمت.
برای بودگاشان. هزار رحمت که با این خیل آیله ما رشته خداگری را پیوست کردیم. خدا کند که این خداگری ها هزار ساله ها باشد و در این خاندان ها ما یک گوهره های کلان را برداشته آمده، گوهره بندان، زادروزی نبیره و ختنتای ها را یک جویه گذراندن نصیب کند. گفته برای شمایان تبریک و تهنیت ها را برای شمایان میرسانم. امروز روز خرسندی مبارک و البته در روز خرسندی در جشن زادروز دلنور بانو از نام آبیجان شما را تبریک میگوییم. از نام جیانی نازنینتان شکرانه بانو، از نام یگاپاشه‌تان پروینه بانو شما را تبریک میگوییم. مادر مهربان که هم جای پدری هم جای مادری دارم برای شما، گفتن دختر نازنین من، مصلحتچی من و البته دوگانه و سرگویک من. امروز در آن خاندان بختش هست، من خرسند هستم. همیشه صحت سلامت باشد، زادروزش مبارک. امروز از نام آبیجانکه برایتان میگوییم خواهرم قدر همین عشق بدان، خواهرم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. خواهرم در راه طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. خواهرم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی کاشانه ای توست، به غم و شادی و بربیش و کمت همراه و همدم و همخانه ای توست. خواهرم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. امروز خواهر من خوشبخت است که در سرش پدر دارد، در سرش مادر دارد، عائله خوشبخت را برپا کرده ایستاده است. خدا کند که صاحب یک چند فرزندهای صالح و صالحه شوند و باشد تاقا جان شوم و با تبریک کردن جیانهایم خداوند کریم ما را نصیب کند. گفتن زادروزتان مبارک و البته شمس‌الدین اکا شما هم تکلیف میکنیم یانشان به نزدیکتر ایستید. مرحمت مرحمت بتون یانشان با یک عائله کلان خوشبخت نزدیکتر میستیم. امروز عائله‌تان در خاندان شما اولین زادروز خود را جشن گرفته ایستادند. خدا کند که هم پدر هم مادر را هر دویتان تاج سر کرده گردید. دعایی که آنها را گرفتند برای فرزند البته تاج سری طلایی است. امروز روز خرسندی را بار دیگر حسین بابا نصیب خاله مبارکباد میگوییم. در این خاندان پرفیضتان همیشه آوازی زنگوله گوهره برآید، آوازی گریه های طفلکان نازنین برآید و هر بار با تولد شدن نبیره ها شمایان را تبریک کردن نصیب کند میگوییم. امروز برای خواهر عزیزشان برای دلنور بانو از نام آبیجانکه یک دستگل زیبا تقدیم میکنیم. خودی شمس‌الدین اکا برای زوجه‌شان میسپارند. یک قرصکی بخواد میزنیم. مبارک باشد بگیم. زادروز مبارک. و البته توفه های ارزنده و زیبنده از نام اهل عائله‌شان پیش قدم ها میگذاریم. مرحمت مبارک باشد. آبیجانکه خودشان همینجا باشن اگر برای خواهرشان نیست انگشترین طلا دارن پیشکش میکنن. زادروز مبارک میگویم. مرحبا مبارک باشد. حسین بابا امروز در این خاندان در این عائله از همه کلان از همه دعاگوی کتاب پند و اندرس ها صاحب این خاندان شما هستید. دعا کنید که در شاهراه زندگی مانند شما مانند نصیب خاله یک عائله نیک را عائله خاکسار صمیمی را برپا کند. سزاوار فرزندهای صالح اهل شوند و همیشه در خدمت شما باشند. یک تا دعا میکنیم. مرحمت مرحمت اول جانی خاندان عثمان بابا. مرحمت پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. مرحمت السلام علیکم دوستان. السلام علیکم همدیگران عزیز دوستان. من امروز روزی زادروزی کلی نمون چی میگیم ما البته ما فقط برای اینو بخت میخواییم. الهی من همین دو تا یاش خوشه پیر شوند. آدم من چی خیلی که رئیس گفته گذاشتم. الهی یک فرزندی عالی جناب تیا جناب خوشبخت باشن. الهی
یافتگیاشون رودای نب برن چی خیلی که نیت دارن الهی نیتاشون برسن هم وقت شاد و خودتن زندگی کنن و همتون رحمت هزار رحمت تشکر. امروز یکمین مادر که به وای رساندن نصیب خدا تا دمی همین 20 سالگی بعد از ایرش و ماندگیش از اون شما دختری شما البته پیش از همه باید شما تبریک گویید. مرحمت. اینا با بخت سفید عمر دراز در آینده همه وقت مهربون شوند خوشه پیر شوند پیری به دولت شده گردن. رحمت تشکر. البته دلافروز خاله مرحمت. خوش آمده هم یکاتون در گوهی دختری من با عزت و حرمت کده آمده خدا با شکر همین دختری من پدر نداشت پدر داشت شد من جایی پدرش با اکیکش هم پدر هم اکش خدا با شکر میکنم همینا به پدر من خلوم کدم خدا خوشم اونی کنن اوزی کنن روزکای من دیدگی اینا اصلا نبینم تیرو به دولت شوم خوش پیر شوم فرزندای صالح و صالح و خدایم طولو همینا بایم خدایم طولو تیا چی نیت دارن نیت پاشون برسن فقط خوش و خورسندی کتی گردن نصیبایتی کتی حسینکم خوش پیر شوم پدر و مادر شوم تاکی قنات کنم می دختری من دونسته ندونسته خطا کدگی باشه اگر یاد تیان درگاهی میدان اومد درگاهی کلون با میدونستگی نمیدونستگی شد تاکی قنات کده یاد تیان خوش آمده همه اکاتون عزت و حرمت کده اومده عزت و حرمت بس از الله شوید دختره که من پیر و بدولت شده خوش پیر شود دوناتون با رحمت همه دختری من دونسته ندونسته که شاید یادتیه هم یکاتون درگاهی کلون با اومده من اکو عدستون می اومده که یاد داده پیسوندگی هم باشم موندگیش شما هم با تابشیری کدام همه دختر من خطا کدگی باشه اگر بخشه همدیگریاتون که عزت و حرمت کده خدای خداداری کده رفت و آمد کنه خوش آمده امروز رحمت تشکر. البته شمسینکه مرحمت. السلام علیکم همنشینان عزیز همه شما را خوش آمدید میگویم البته به درگاهی پدرم خانه ما امروز پر از نور شد با قدم های شما هر آن قدم هایی که مانده آمدید نور دیده تاج سر هیچ شادی نیست اندر این جهان بهتر از دیدار روی دوستان زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی را آرزو شیرین نمود البته گفتنی های زیاد دارم براستی لیک وقتی که روپارویم کامیرا این نزدیک شما چشمای شما منتظر ما است من فراموشش میکنم که چی گویم برایش البته میگویم به همسرم عمر دراز و گفتی شما خوش پیر شویم خوشبختی های عالم برای ما نصیب کند و شاهدی ان همین خوشبختی ها اولا پدر و مادرمان و البته برابر این شمایان باشید ساغ باشید البته میگویم که اولین پدر و مادرم را حرمت عزت کن بعد از وی انا من و دیگران همه شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم براستی گفتنی های زیاد دارم آبی جان برای این تشویش برای اینه که توفه ها هزاران بار تشکر خاله شما با هم تشکر ساغ باشه خب به مانند نامش خودشان زیباست انا این گل زیبا برادرش برایش آورده است و شاید امید میکنم که آینده حیات ما بازم زیباتر میگردد ساغ باشید بار دیگر خوش آمدید میگویم هزار رحمت تشکر میگویم و البته در اینجا از نام برادرشان آبی جانکه توفه های ارزنده و زیبنده است حالا باشد میخواستیم نصیبایتی چخیلی که فرزندتان در مسافرت میگردن حاضر در اینجا مهمان هستند در وطن خود بیایند یک جای نیتهای نغز و نیکشان را شنویم مرحمت یک جای تکلیف کنیم و البته حسینمک نزدیکتر است وقت تارت رو بریم شیرینی را مرحمت باقجان آیتی مرحمت میگه نه البته ما باشد شیرینی را تکلیف میکنیم بگذار حیات پر از شیرینی های زندگی باشد مرحمت شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم بعد از آن امروز روزی خورسندی بزم زیبا را دوام میکنیم مرحمت
شیرینی رو میبریم. نصیب خدا حسین وقت نزدیکتر میستیم. مرحمت چارتان یک جویا مبارک باشد. زادروز مبارک. Праздница приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. زادروز مبارک. از نام خواهرتان ماه جوانایی که شما را تبریک میگویم. مبارک باشد. زادروز مبارک. روزی خورسندی رو مبارک باد میگویم و البته وقت رو نگفته نوبت را به رقص بازی خورسندی میدهیم. در این خاندان زیبا، در این خاندان پرفیض سینمک یک جوی میرقصیم، خورسندی میکنیم، شادیانه میکنیم. امروز زادروز رو با یک درجه اعلی به زرورخانه تاریخ مهر میسازیم. میگویم مرحمت.
بینم رهایش کم دود سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه دردگ دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه چکی چکی باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا یاری من نگاه خوش روی دیگه پر میشد عشق تو با جان و جگر آفرین دستم مایالله دکتی بکه ماشالله اتون گردی تونی بلا دکتی میدانه گله دختر گفزنه دکتی میدانه گله دختر گفزنه من داگی که نمیدانم سینه من لیکن گم گم من داگی که نمیدانم یه پر من لیکن گم گم دردی دیلم بودی جانی خودم بودی بیگانه کی نبودی دیلم بر تو بودی عاشق دلم بودی شیدا از خودم بودی از جوان در میروم دلم بر تو بودی کسی کی میدونه گله دختر گپ زنه کسی کی میدونه گله دختر گپ زنه من داجیک چه نمیدونم شنه منو لیکن گم گم من داجیک چه نمیدونم یه پر منو لیکن گم گم کسی کی میدونه گله دختر گپ زنه کسی کی میدونه گله دختر گپ زنه من داجیک چه نمیدونم شنه منو لیکن گم گم من داجیک چه نمیدونم یه پر منو لیکن گم گم
رحمت تشکر میگیم. زادروز مبارک، روز خورسندی را مبارک باد میگیم. در اینجا یکی از آن مادران کلانسال دهه آهلی کمان حاجیانه رعنانه همینجا هستند. از نام همسایه ها، از نام خویش و تبار میخواستیم یک نیت های نغزشان را بهر امروز جوانان شنویم. مرحمت حاجیانه شما را تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. مرحمت. السلام علیکم مهمانانی گرامی، خوش آمدید در این درگاهی حسین کتی نصیب آقا که این ما که امروز روز زادروزشان بوده است. شمس‌الدین کتی الهی کم عمر درازی به عدد یابیند، عمر درازی به درد یابیند، سر بچه شوند، سر چقه شوند، مهربان شوند همدیگری پوشان کتی. اصلا دستی کم و روزی بدن نبینند، یافتگی کاشان فقط روزکای نیک برند، عمر درازی به دردی بینند. اپیشت نکان نصیبایم حضور حلوتی بچه کاش بیند. حسین کتی کاش پیر شوند، پیری به دولت شوند، حضور حلوتی بچه کاشان بینند. عمر کاشان برکه یابند، یافتگی کاشان فقط روزکای نیک بطه یکو به خرج خرد کنند. که اینا کما پول بردار شوند، خوشصفت شوند، خدمتگار شوند، پول بردار شوند. الهی کم سر بچه شوید، خوش پیر شویدتون، حضور حلاوت دنیا بینیتون، عمر درازی بیدردی بینیتون. الهی کم خوش آمدیتون به این درگاهی نمکتی نصیبه. خوش آمدیتون با یک بار میگم خوش آمدیتون. نوری دیدیم تاج سرم. خوش آمدیتون. رحمت تشکر میگویم. حاجیانه هزار رحمت تشکر. و از نام همسایه های دلفروز خاله رفعت خاله را تکلیف میکنیم. مرحمت. نیت های نغز کشان را میشنویم. مرحمت. یکی از آن فعالان زنهای دهه آهالیک طوری چند سالها رئیس زنهای دهه آهالیک شده کار کردن حاضر باشد، قریب به نفقه هستند. مرحمت. رفعت خاله مرحمت. امروز خاطره به می بیاریم. امروز روز خورسندی است. در روز خورسندی میگویند هر آن آرزوهایی که میکنیم فرشته های راهگذر آمین میگفته است. مرحمت. یکم که خود تا یک تا اچوش میکنم که همین ویدوشی گه جدو خوفتم برده الان مرکت که پیرسکا قسمتی دواز شود پیری به دولت شود. پس یعنی اوهالی به همیشه فرزندان نیک اوهالی شده گرد. السلام علیکم مهمانان، خواهران، برادران محترم. من خیلی خرسندم که به شما دیدار خدا نصیب کرده است. من یک چند ماه اوهالی به نبودم، دیدار دوستان به نصیب شده بودم. امروز روز همین همسایه هم دخترک دلفروز از تحت دلم تبریک و تهنیت میگویم. عمرکی دراز، ریسک فراز، همین خوجه نکشکت کوشه پیر شود، با حرمت و به عزت سوا پدر و مادر و شه حرمت کنه، کلونای همین گذره حرمت کنه، عزت کنه. باز یک گفت گفتنی هستم که خیلی من این خدر پیر نه مانند رعنای تیم نه همه گفت کلونو با کلون چخل که همین نهال که میشرانه همین خیلی خوشرو پرورش کنی اگر همون نهال تا آخر بردم بخواد کلون میشود. گفتنی هستم که نصیبه حسین جان همین کلون دوست رو مبارک من تویش بودم بعدی توی همین برمانده رفتگی بودم اوحالی تشکیم بودم. خوش آمده همین درگاه حسین جان و نصیبه های با همین دوماد با الهی عمری درستیه دخترکان با عمرکی درستیه همه وقت خرسندیه بینیم دنیامون تنج باشه تنجی مومینه نتیه الهیم همه وقت روزکای نه به خدا هم دیگر را دیدار بینیم دیدار نصیب کردن همه به میسر شود. الهیم خوش آمدید همین درگاه حسین جان با نصیبه با نوری دیده تاجیتر هم یکاتون با خرسندی توی های نیورتوی ایورتوی چیورتوی با لایق شود مانند رعنایتین پیرانسوری بای شود پر مینت سیور حالی میبینم که چکون شده همه ایرو رفته او رو رفته مینت کده میگردن همه خیلی
شدم من اردو میکنم من چون که رانویتیم بسیار زنه که چکون بودن وقتی همون سناتوری کار کردن بر خوش آمده نوری دیده تاج سر میبخشه من بسیار گپ زدم هم میکوتون به همین روزکای نیک میسر شوه هم موتون به رحمت حسین جان تیم الهی صد بدوره بچه رحمت تشکر میگویم و از نام ینگه های عزیز و صحنه تکلیف میکنیم سعادت خاله بهارایتی شما این را تکلیف کنیم هر دویتان را نیت های نغز و نیک را شنویم مرحمت دو اوسان ها تکلیف کنیم مرحمت نیت های نغز و نیک را شنویم اصول شد که باید نیت های نغز گوییم برای امروز جوانان مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاهی خواروز نیمون با خواهر هستم حسین پاچو اکام هستم به درگاهی اینا خوش آمدید نوری دیده تاج سر میگویم اولا بار حسین پاچو کتی نصیبه الهیم سر بدرویان روزای نغز بینند یکاشون کوشه پیر شوند خیلی ملوکتی شمسیدین سر بدرویان در دلکاشون چی ارزو های ارزیکاشون برسن الهی میگیم الهی کوشه خدای مهربون فرزندیه اینو با توی کنن تماشا کنن همین کپا السلام علیکم مهمونای عزیز هم یکتون خوش آمده خونیاتی من با نوری دیده تاجی سر کرملا جان الهی سر بدره جانی کتی کوشه پیری به دولت شوه فقط ما روزای خورسندیاتون ببینیم این سال همی چاقی گوارتوی ببینیم ایدویم فقط خورسندیای شما نمیخواهیم سر بدره رحمت تشکر میگیم و باشد پیش از نوبت را به رسم گیری دادن خواهر عزیز دلنرا بانو پروینه بانو را تکلیف میکنیم از نام خودشان از نام آیلهشان از نام آبیجان تبریک میگویند از نام شکرانه بانو تبریک میگویند مرحمت السلام علیکم مهمانکای عزیز خوش آمده همین درگاه به آیتیملا تبریک میکنم شما الهیم صد بدروی ملاپاچان که خوشپیر شده همه وقت خوش خورسند گشته دیاتون چه آرزوی نیت داره نیتکاتون برسه رحمت تشکر مرحمت همراهی امروزه مهمانان یک رسم گیری میکنیم استادی عزیز حضرت خلامک حاضر هستند میخواستیم در اینجا ناراحت نکردن نیت های نغزشان را شنویم از دومیتون سلام علیکم مهمانان عزیز من امروز در صدروزی زیانی عزیزم هم دنبودن جیانم مو همه یک اولاد که خدا عمری دراز کرد وقتی سفید کرد خدا فقط راه سفید کرد نوبا انا فرزندوی بسیار بینند خانه آباد باشند همه وقت روزای خورسندی شما یک جا باشین برای همین گفته است که عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است و ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است باز گفته است که گردون کمر زی عمر فرسوده ای ماست جیهون اثر زی چشم پالوده ای ماست دوزخ اثر زیرنج بیهوده ای ماست فردوس دم زی وقت آسوده ای ماست فردوس همین جنت همین همیشه همین جفا و دنیا همیشه نسیه است برای همین فردوس هم است نغزی هم همینجا بیند بدی آدم همین دنیا بیند شادی هم و خرسندی همیشه اثر همیشه میگذارند برای از نسیه دست پیشوی گفته است بیتون که فقط همین دنیا بس صحب و سلامت باشیم خرسند باشیم فقط غم نبینیم همینه هم غم نبیند فقط خوشه پیر شوند فرزندوی بسیار بینند فقط روزی خرسندی هاشون باشیم سلامت باشیم رحمت مرحمت اپراتور ما در خدمت شما هستند
امروز فوتوسسیا میکنیم. این لحظه ها را به تاریخ مهر میسازیم. مرحمت. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. آرزو کنید عزیزان، زیرا که هر آرزوهای ما را الله مهربانی ما جامعه عمل میپوشاند. امروز باشد از نام برادرشان، از نام مادر مهربانشان، دلنوربانو را در جشن زادروزشان در خاندان بخت تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.